بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز. یک بخش تحت عنوان آینده افغانستان و نظام طالبان پخش کرده بودیم. این بخش از برنامه خودم تحت عنوان آینده افغانستان بخش دوم تحت عنوان جهان در پی جانشینی نظام آینده است. این موضوع را میخوام که خدمتتان به بررسی بگیرم. امیدوار هستم که در لایک و سابسکرایب و بازنشر ویدیوها همراه ما کمک بکنید که بتانیم افکار و اندیشه های خود را در رابطه با قضایای روز، مسائل مهم خودمان و کشورمان همراه شما شریک بسازیم. در این بخش ما یادداشت‌های را اینجا گرفتیم که باز هم مربوط میشه با آینده افغانستان و این که آینده نظام افغانستان چه قسم میشه، این نظام چگونه دوام میکنه، برخورد جهان با نظام چه قسم است و این سوال است که در ذهن اکثر دوستان میگرده و اکثرا دوستان از این مسئله پرسان میکنن. اول مسئله مهم در نظام آینده افغانستان رابطه افغانستان با جامعه جهانی و رابطه افغانستان با کشورهای مؤثر و قدرت‌های بزرگ یا هژمونی بگوییم که اما امریکاست، روسیه است و کشورهایی که در اقمار این کشور میچرخند و سوم هم اتحاد اروپا است و چهارم هم کشورهای منطقه و کشورهایی هستند که در مسائل افغانستان در طول تاریخ جنگ و برخوردهای داخلی و خارجی افغانستان از 44 سال بعد تاثیرگذار بودند که مثل ایران است، پاکستان است و همچنان فعلا کشورهای آسیای میانه. خب اول ما بخوام در این ویدیو بسیار طور مختصر شرح بدم امی مشکلات را که در رابطه قدرت‌های بزرگ به خصوص امریکا و جامعه جهانی نسبت به افغانستان فعلی و آینده وجود داره، این را به بررسی بگیرم و بررسی در صورتی واضح می شود و نتیجه میده که ما اول مشکلات از این را بدانیم که چه مشکلاتی فراراه این ارتباط برای آینده افغانستان وجود داره. اول یک بی‌اعتمادی کامل از طرف امریکا و کشورهای همپیمان او و در تعقیب از او هم ملل متحد و نهادهایی که مربوط به ملل متحد هستند با افغانستان داره. این بی‌اعتمادی کامل به چه معنا؟ این بی‌اعتمادی به دو بخش تقسیم می شود که من این را منظم تقسیم کردم به دو بخش. یکی بی‌اعتمادی کلی بر افغان هاست به عنوان یک ملت به عنوان یک کشور که در طول تاریخ افغانستان بخصوص در این 44 سال جنگ بعد از کودتای ثوری 1357 خلق و پرچم که در افغانستان جنگ ها شروع شده و در حال خاموش نشده، این مسئله باعث از این شده که دنیا و آخرین گپشم یا آخرین جریان یا جریان 20 سال جمهوریت بود که دنیا آمدن با ما همکاری کردن، با ما پول خود شریک ساختن، ما پول مالیات دهندگان خود برای ما دادن و خواستن یک نظام بسازن، نهاد بسازن. یکی تفسیرهای هست که نیت از اینا چی بوده نبوده، ولی در ظاهر معلوم میشه که مصارف حنوفه کردن یک بخش از این به نیت نیک بود. یک بی‌اعتمادی کامل در اثر ناتوانی ما افغان ها میان ما و جامعه جهانی بخصوص امریکا ایجاد شده. دلایل این بی‌اعتمادی چی بوده؟ ما ایرا در اینجا یادآور میشم که اول سطح سواد و بینشی سران نظام در 20 سال گذشته، یعنی سرانی که در نظام افغانستان حاکم شدند چهره‌های اگرچند باسوادم بودند، چهره‌های کلاسیک بودند، با اوضاع و احوالی آشفته امروز جامعه خود و افغانستان اینا آشنایی نداشتند. تمام انسان‌ها این مهمی که به نظر غرب در مسئله افغانستان بعد از 11 سپتامبر بعد از شورای بن که اینا سر کردن آوردن، این انسان ها سطح سواد و بینیشان به این معنا که جامعه شناسی در جامعه افغانستان که بعد از 20 سال 30 سال دوری از جامعه آمده بودن در سطح بسیار پایان قرار داشت و به قضایای کلان ملی و بین المللی اینا به دیده بسیار ساده و غیر استراتژیک میدیدن و از این مسائل برشان زیاد اهمیت نداشت یا اهمیت هم اگر داشت ولی نمیفهمیدن که این جریان چه قسم تنظیم بکنن. این به معنای سطح سواد، پایان سواد و بینش همین سران نظام در 20 سال گذشته بوده. دومین دلیلی که
باعث بی‌اعتمادی جامعه جهانی به خصوص تمویل کننده و کشورهایی که به ما کمک کردند در این 20 سال فساد گسترده و عام در درون تمام طبقات نظام بود که از رئیس دولت گرفته تا معاونین از او تا وزرا تا محاکم افغانستان، قضات افغانستان، سراوالی افغانستان، بالاخره بیایید در شورای افغانستان که پارلمان شورای ملی و سنای افغانستان. فساد به حد گسترده و عام بود که حتی پایین ترین فرد طبقه افغانستان هم که میتونست در یک حد خود این فساد مرتکب شود که او فساد مالی است، او فساد سیاسی است، او فساد اجتماعی است. تمام انواع فساد اینا مرتکب میشدن و جامعه یک شکل شد، فساد یک شکل عام و همگیر شده بود. به این خاطر این فساد و کوشش جامعه جهانی و حتی افرادی که بسیار مخلص هم بودن، نهادهایی که مخلص هم بودن، به جای نرسید که فساد اینا مهار بکنن و بتوانند که جلوی فساد بگیرن. در نهایت دنیا و خصوصا امریکا از ما ناامید شد و به مسئله بسیار وطنکیش که اینها دیدن که از این جامعه و از این ملت چیز ساخته نمیشه و حتی از زبان سرانی از اونها مستی جو بایدن و اینها یک گپ شنیده شد که افغانستان هیچ وقت یک ملت واحد نمیشه. سومین فرد یا ضعفی که جامعه افغانستان ملت افغانستان داشت که سبب ناامیدی جامعه جهانی و امریکا شد، امی سران خود دولت، احزاب، تکنوکرات های آمده از غرب که پیشتر یاد کردم که اینا در دروغگویی، در دزدی، در خیانت به اموال عامه و کمک های جهانی همشون به یک نحوی در هر رده اینا صحیح بودن و انسانی که از این پاک باشه بسیار زیاد مشکل است که انسان او را پیدا بکنه. اگر خلاصه بکنم، عدم صداقت و جدیت در نهادسازی، اینا از روز اولی که آمدند افغانستان، پولهایی که برای افغانستان تمویل شد، آلی بهانه میکنه که خود دنیا و امریکا نخواست که ما نهادسازی بکنیم. من فکر میکنم این نبود. ما ظرفیت امیر نداشتیم، ما با مشکلی منابع بشری مواجه بودیم و از سوی دیگر هم صداقتی از زیر سران ما و بزرگان ما به خصوص رؤسای دولت و معاونین و وزرا اینها نداشتن و جدیت نداشتن که نهادسازی بکنن که نهادهای افغانستان نهادهای پایدار، نهادهای شفاف و نهادهای جوابگو و نهادهای ماندگار که برای یک مدت زمان طولانی به عنوان یک الگو در جامعه افغانستان حکومت بکنند و مدیریت بکنند. دیگر مثل که باز هم گفتم عدم اخلاص و نیت در شفافیت انتخابات که یکی از فاکتورهای بسیار مهم و اساسی که در جامعه‌ای که اونا دمای دموکراسی شدن میکنن یا قدم میگذارن برای توسعه دموکراسی، این انتخابات است. در تمام 8 انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفته از روز اول نیت تقلب، نیت فریب و عدم اخلاص برای مردم به خواسته های مردم وجود داشته و مردم را درک میکردن و مردم هم دنبال همین فساد و عدم اخلاص و نیت بد روان شدن و خواستن که از همین مسئله وجود فساد و نیت بد یا نیت برای خیانت به انتخابات اینو تغذیه بکنن. سران مردم از قریه، ولسوالی، ولایت، بالاخره زون، منطقه، سمت، بالاخره تا مرکز به این گپ آشفته شدن و همون قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الناس علی دین ملوکهم، مردم به روش پادشاهانشان و بزرگانشان روش میکنن. این کار شروع شد و در جامعه افغانستان فساد نهادی نشد و انتخابات ها هیچ کدامش شفاف نبودن. اگرچه که تفسیرهای زیادی میشه که در شفاف نبودن انتخابات ها جامعه جهانی خود غرب دست شده، در این شکی نیست که اونا سر و آغازگری خیانت بودن و اونها میخواستن که مراعی خود از راه تقلب، از راه ترفند، از راه پول به گرده افغانستان اونا مسلط بکنن که از همون روز اولی که انتخابات در بن شد و آقای سیرت انتخابات برد و در مقابلش آقای کرزی که کمترین رای داشت او را آوردن به قدرت افغانستان مسلط کردن و بعد از اون هم تمام انتخابات که شد همون کسی را اونا در انتخابات به نام انتخابات می آوردن مسلط میکردن که غرب و امریکا و نهادهای استخباراتی از اونا و طرفداری او بودن. در این شک نیست، ولی جامعه ما هم و کسانی که مسئولین بخش بودن و اخلاص نشان ندادن و از خود توانایی اداره و مدیریت انتخابات نشان ندادن. سومین و یکی از فاکتورهای بسیار مهم، سومین نه البته که در همین کلی از اینا در فاکت فساد میاد، عدم شفافیت در استخدام مامورین
در تمام رده ها، از وزرا گرفته تا و تمام رده های دیگر که تا یک مامور بسیار عادی و یک مدیر مکتب و یک سرمعلم مکتب هم میشد، همگی قدرتمندها در این سهیم بودند. واسطه بازی بود و استخدام مامور از وزرا که وزرا با پول رشوت، با پول حرام از وکلا رای خود میگرفتند و یک فرهنگ عام شده بود که چقدر پول داری که تا که وزیر شوی. شهادت نامه مهم نبود، بندهایی که در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده بود. ما 15 وزیری دوران آقای کرزی به یاد دارم که شهادت نامه‌شان از بازارهای قصه‌خوانی و از کشورهای همجوار افغانستان طور تقلبی با پول خریداری شد. اینا تحصیلات عالی نداشتند، تخصص نداشتند. ما از اینجا نام نمیبرم، ولی همه ایره میدانند 15 تن از وزرا از اونها با اساس هم خوشبینی ها و روابط شخصی اینها آمدند به کرسی های دولت، به کرسی های مهم و بسیار تخصصی تکیه زدند و با شهادتنامه های تقلبی و عدم تخصص و مردم بسیار عادی و اربابگونه که هیچ تخصص و سواد درستی نداشتند آمنده چوکی ها. از وزرا و بعد رؤسا همین فساد قسمی که گفتم من ناصر الدین ملوکیم تا آخرین رده ادامه یافت. یکی از فاکتورهای مهم دیگری که ما شمارش نمیگم، شاید در شمارش گتواتی به عدم صداقت در روابط دیپلماتیک با سپورترهای کلان نظام. این به این معنی است که سپورترهای کلان این نظام جمهوریت در رأس امریکا بود و بعد کشورهای تمویل کننده بسیار پولهای انگفت اروپا بود، کانادا بود، استرالیا بود و همچنان خود جامعه جهانی که از طریق NGOها یا کمیته های جامعه جهانی و ملل متحد تمویل میشد بخش‌های بزرگی از و باید دولت های افغانستان در روابطی که با سپورترهای اصلی خود داشتن صداقت به کار می‌گرفتند. اگرچه که تمام مسائل افغانستان تحت نظری از اونها بود، از فیلتر از اونها میگذشت، ولی با آن هم روابط خصوصی با کشورهای منطقه، روابط خصوصی با استخبارات‌های بسیار مشکوک غرب طرفدار از اونها بودند، روابط با نهادها و شخصیت‌هایی که در داخل افغانستان که کشورهای کمک کننده و تمویل دهنده خوشبین از اونها نبودند، روابط خصوصی و فرکسون بازی‌ها باعث یکی از عدم توانایی نظام برای پیشرفت برای بقا شد که عدم صداقت در روابط دیپلماتیک. میگه مثلا پولهای اپراتیفی ایران در دوسیه‌های ریاست جمهوری افغانستان یافته شد که پول نقد پرداخت بشه به ریاست جمهوری، به اداره امور اینجاها و به شورای امنیت ملی افغانستان که تا اونها اجنده ها و برنامه خود داشته باشند که را همه به یاد داریم. یکی از دلایلش همین بود. دیگه یکی از دلایل دیگری از اینم که سببی عدم اعتماد یا به اعتمادی جامعه جهانی و امریکا با مردم افغانستان در مجموع با ملت افغانستان شده، فرکسون بازی های منفی و جاسوسی بر ضد منافع کلان خود کشور افغانستان بود که اینا شما همه به یاد داریم، حاجت به یادآوری من نیست که قرار که من شنیده بودم تنها در پارلمان افغانستان یا در شورای ملی افغانستان 50 نفر وجود داشت که ستیزن‌های کشورهای همسایه افغانستان داشتن و با استخبارات از اونها همکاری میکردن و کار میکردن. دیگه فرکسون بازی هایی که داخل میشد شفاف نبود، به خاطر منافع ملی نبود، به خاطر منافع اقتصادی بود، چور کردن اموال عامه، چور کردن زمین ها، چور کردن دارایی های ملت، چور کردن پولایی که از کمک می آمد. فرکسون بازی میشد و زد و بنده های داخلی که منافع کلان کشور زیر سوال برد و افغانستان هیچ وقت ندانست که به عنوان یک کشوری مستقل از نگاه استخباراتی و روابط دیپلماتیک در 20 سال هرزی اندام بکنه و تمام سران افغانستان بلا استثناء در این مسئله دخیل بودن که من نام نمیگیرم، هم در زمان آقای کرزی و هم در زمان آقای غنی. اینها متاسفانه در این پلشتی و در این بدبختی شریک بودن و در حد خود هر کدامشان چی کردن. یکی استثناء یگان نفر که مثلا از 1000 یگان نفر استثناء پیدا شود که من نام نمیگیرم، این بسیار کم است و در قاعده فلسفه و منطق را میگه که امی حکم به اکثریت مطلق میشه. یعنی چی؟ که اکثریت کی قسم بود یک اقلیت بسیار کوچک 2 یا 3 نفر باشه در جای چی نداره. این بخشی از بی‌اعتمادی کلی با اعتمادی عمومی جامعه جهانی امریکا و غرب نسبت به ملت افغانستان است که شاید دلایل بسیار زیادی دیگر هم داشته باشه که شما میتونید یادآور شوین، ولی ویدیوی ما و می بخشی را که ما میخوایم نشر بکنیم بسیار زیاد نرسه. فقط من یک با مسائل عمومی ایرا اشاره کردم که این یک بی‌اعتمادی عمومی بود. بخش دیگری روابطی
امریکا و جامعه جهانی به جامعه افغانستان و به سیاست افغانستان یک بی‌اعتمادی خصوصی است یا بی‌اعتمادی ویژه است. این بسیار مهم است که را براتان توضیح میدم. این بی‌اعتمادی ویژه مربوط میشود به سران، به رهبرها، به جریانها و احزابی که در داخل جامعه افغانستان اینها پایگاه دارند. اینا پایگاه مردمی دارند. در 44 سال جهاد، مبارزه، مقاومت و در آخر 20 سال آخری که ما به شوخی را نامش جمع جوریت میمانم، اینها در این مسائل افغانستان داخل بودند و پایگاه مردمی داشتند. اگر چند از این پایگاه مردمی به صلاح افغانستان زیاد استفاده نشده، همیشه به فساد افغانستان استفاده شده، این نهادها و احزاب و شخصیت هستند که من نام نمیبرم. که مثلا اگر نامم ببریم، مثلا استاد سیاف که فعلا از رهبران جهادی زنده است، یا مثلا استاد عبدالرب رسول سیاف که آدمی نیک، آدمی مخلص، آدمی است که همیشه برای وصل کردن جامعه و جریان‌های افغانستان کوشیده. خدا نخواسته باشه که من یک از خاطر مسائل سیاسی روابط شخصی بگم و واقعا دیگه همیست شناختی که من دارم. دیگه مثلا جنرال عبدالرشید دوستان که آدمی مهمی بوده، در تمام زدوبندهای افغانستان داخل بوده، مثلا ایسو امثال از استاد عطا یا جریان‌های مختلفی که در جمعیت ایجاد شده، جمعیت اسلامی افغانستان ایجاد شده، یا مثلا حزب اسلامی که حکمتیار اینا هستند، اینها بخواهی نخواهی پایگاه مردمی یا حزب خلق پرچم که در سابقه افراد و نیروهای از اونها در یک بخشی از جامعه باسواد افغانستان یا جامعه با اصطلاح خودشان چپ افغانستان اونها نقش داشتن و نیرو داشتن. اینها گروه های خاصتن. بی‌اعتمادی غرب نسبت به این گروه ها و نهادهایی که نیرو دارن، ما دفاع نمیکنم از اینا که اینا در فساد در بدبختی افغانستان شریک نبودن، نیرو دارن، یک بی‌اعتمادی خاص است. بی‌اعتمادی خاص باز دو بخش داره در اینجا، این خوب متوجه باشین که دو بخش داره این بی‌اعتمادی. اول یک بی‌اعتمادی عمومی است که وصل میشه به اون بی‌اعتمادی عمومی که تمام فاکتورهاش ما یادآور شدیم که در این فساد 20 ساله، در این بدبختی های 20 ساله تمام این نیروها نهادها به نوعی شریک بودن، یا اینکه هر دلیلی که پیش خودشان بوده، یا از این کم طبیعت افغانی و حرص و آزی که با پول و با دارایی و با ثروت و گپا بوده، این نهادها و این اشخاص اینها در این بخواین نخواین یک نحوی داخل بودن. اگر آلوده نبودن، افراد از این آلوده بوده که باز هم برمیگرده به مدیریت و با امو برنامه‌های خودی از اونها. به این خاطر این هم یک بی‌اعتمادی عمومی، در این بی‌اعتمادی عمومی نشریک هستند. و یکی دیگه بی‌اعتمادی غرب نسبت با آرا، افکار و عقاید همین نهادها است. چون این نهادها بخواهید نخواهید در جامعه ظرفیت دارند، از جامعه خود افغانستان درخواستند. اینها در یک زمانی مثلا مربوط به نهضت اسلامی افغانستان بودند، اینها مبارزه را به اساس جهاد، به اساس یک فکر اسلامی کردند که در اون شعار نه شرقی و نه غربی زیاد استفاده میشد. و همچنان اینها ظرفیتی داشتند که بعضی برنامه‌های غربی ها را در افغانستان سابوتاژ بکنند و تمام اهدافی که اونها ترسیم کرده بودند برای محو مجاهدین، برای نابود کردن مجاهدین، برای از اینکه کامل اینا از صحنه دور بروند، این غرب نتونست نسبت به عقاید و افکار و همون بک‌گراند فکری و اعتقادی سیاسی این افراد غرب و جامعه جهانی به اینا بی‌اعتماد هستند و هنوزم در لیستشان برای آینده افغانستان، برای نظام آینده افغانستان، برای سیاست افغانستان، اینا در لیست از اینا قرار ندارند. با همین خاطر است که غرب امروز کوشش میکنه که جریان‌های نوی ایجاد بکنه، جریان‌های نوی ایجاد بکنه. با همین خاطر بعضی تشکل‌ها، احزابی، مثلا اگر حرفای ما هم اگه یک به نظر خودم یک تحلیل سیاسی است و این جانبداران از کلام گروهی نیست، مثلا آقای اقمر حزب ساخته، جریان ساخته، آقای نبیل حزب ساخته، جریان ساخته، اینها یا در اروپا بعضی نهادهایی که فعلا کار میکنن برای نهادسازی و برای تشکل سازی برای آینده افغانستان، این کارها تلاش میشه. با همین خاطر است که باز هم دوباره همین جریان‌هایی را که در داخل افغانستان اینا نیرو دارن و پایگاه مردمی دارن، اینا رو دور بزنن. اگر نظام بسا طالبان یا بعد از طالبان که اگر جامعه جهانی در نهایت نتونست که با اونها کنار بیاره که غالبا نمیایه و تا حال نتونسته که بعد از 3-4 سال یا 5 سالی که نظام طالبان میره و جایگزینی برای از اونها داشته باشن. یگانه فکتی که من نمیفهمم، کدام سندی در اینجا ندارم، ولی حدس میزنم فکتی که غرب داره از 1 لک نفری که تا حال به امریکا برده، شاید در طول سالهای
پیش رو 50,000 نفر دیگر یا 1,00,000 نفر دیگر برآورد، همچنان 50,000 نفری که به کانادا انتقال داده شده و در مجموع 1-2 لک نفری که در کل اروپا و استرالیا انتقال داده شده و افراد اشخاصی که به نحوی ارتباط دارند با نهادها و پسخانه های قدرت های منطقه و اینها، از اینها در صدد یک جریان سازی هستند که از تمام نیروهای نظامی که ما در آمریکا انتقال دادن، نیروهای استخباراتی را که انتقال دادن، نیروهای سیاسی را انتقال دادن و شاید از اینها یک نیروی بسازن که در آینده یک نیروی مثلا 20,000 نفری برای اداره ارتش و اردو، 10,000 نفری برای اداره و ادارات مهم مثلا پلیس، یا مثلا یک کتله 5,000 نفری یا مثلا 30,000 نفری برای ادارات مهم استخبارات و همچنان ادارات سیاسی افغانستان در 4-5 سال قرار از اینا کار بکنه و جریان سازی بکنه و یک نهاد بسازه که بیاره، که به نظر من بازم دور یک رفتن در یک دور باطل است که شاید خوبتر باشه، چون در گذشته از قبل کده بهتر باشه، به این معنا که در گذشته که غرب با این پولهای انگفت و بی برنامه و ناگهانی در افغانستان آورد، مشکلی از اون مشکلی داشتن منابع بشری بود، ظرفیتی نبود که پولها جذب شود، ظرفیتی نبود که این ارزش‌ها جذب شود و جامعه طور طبیعی و سیستماتیکی توزیع شود در جامعه. با همین خاطر شاید غریبه‌ها در صدد ازی باشن که در آینده باید منابع بشری عظیمی که خودشان ساختن با افکار خودشان، با نیروهای خودشان و با آدم‌های درست تربیت شده و بیاین و جامعه افغانستان را بسازن و در افغانستان چکنن. و متاسفانه که افغانستان در شرایط فعلی در حالت قرار داره که بدون کمک جامعه جهانی، بدون کمک غرب، بخصوص امریکا که همین حاضر پول‌های انگفتی را به افغانستان حاضر میکنه، در آینده یک نظام ساخته نمیتونه. که با تأسف که در جامعه افغانستان یک قسم ظرفیت و یک قسم یک شخصیت هایی که معماری ملی باشند که در طول تاریخ که جمهوریت ها ساخته شده با اثر 2-3-4 نفری که معمار ملی بودند و برای تعمیر یک ملت نقشه اساسی داشتند، این را ساختند که افغانستان فعلا فاقد یک قسم یک جریان است و فاقد یک قسم یک شخصیت هاست. به همین خاطر همین پیش بینی های ما بود. ان شاء الله که دعا میکنیم که جامعه افغانستان به طرف صلح و ثبات برود و خداوند بر ملت افغانستان کسانی را حاکم بسازد که خدا اونها را دوست داره و اونها خدا را دوست دارن و این ملت یک ملت مستقل باشه و در رقابت و ابو بچه امکی با کشورهای همسایه عقب نمانه و از این حالت فلاکت بار ما خارج شویم. تشکر و سلامت باشید. سلام علیکم.